استادم برگم امتحان دیگه بده زیر خوردم اینقدر خوندم CPU'lumun dağ کرده استاد دیگه شاتtan شدم دیگه بده بخونم بر 2 دقیقه benim için بدین اکبر خوندی دیگه بخوا من رو حساب تو کلاس گذاشتم آبرومونو نبری اکبر الگوریتم منشتیمسی الگوریتم منش بگو اکبر بودم اگه سوقلاmayacağım به افت گفت I love you باش رفته کافشاپ به خدا بهش میگم اصلا نمیدونم استاد اصلا اونم چجوری بگم چه تحریک کنی بابا کوسینوس افت بگو ببخشید کوسینوس 821 بگو دیگه اصلا کوسینوس معنیش چی میشه اکبر بگو الان تابلو میشم اکبر بگو دیگه برات بستنی میخرم کوتانزانت 841 بگو لاغر معنی کوتانزانت اصلا بگو خودم حل میکنم اکبر بگو دیگه امتحان خیلی نامرد بی تربیتی اکبر گل محمد اونجا چه خبره استاد هیچی خودکار اکبر افتاد بهش دادیم خدایا این امتحان قبول بشیم دیگه هیچی نمیخوایم آب انگورم دیگه نمیخوریم هیچ شکایتی هم دیگه نمیکنیم اللهم صل علی محمد و آل محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد این چه نمره به من دادی پس مشروط میشیم که الان که عجب آدمی در واکن کارت دارم یا بیرون کارت دارم چرا در وا نمیکنی میترسی از من مگه من ترس داشتم در واکن این چه نمره دادی به من آخه استاد چرا من آزار روحی میدی من چی کل ترم اومدم سر کلاست به من 9 میدی چرا اون پسر استاد رفیقت هیچ وقت نمیاد هیچ نمیدی میایم پیشت میگی وقت ندارم بعد با دختر کلاس 10 ساعت راجب سولاخ این چی سولاخ اسمش لای قزون صحبت میکنه منم خیلی اطلاعات زیادی دارم راجب این سولاخی سولاخ اوزون قزی چرا منو دوست نداری استاد چرا من پسر شدم اصلا میخوای دختر بشم بیام پیشت چرا به من 9 میدی خدا به بابات 9 بده من اعتراض میزنم 9 به من 9 من میکنه 9.75 بعد دختر 5 میگیری بهش میدی 15 من اگه دختر میشدم راضی بودی مشکلی نداشتی اونجوری با سیبیل من مشکل نداشتی یا بازم جواب نمیداده بیا بیرون دیگه با تو صحبت کنم من چرا فقط اون دختر پلنگر رو دوست داری با بقیه حیوانات جنگل چرا مشکل داری چرا امتحانات تموم میشید هیچ جا نمیشه پیدا کرد زنگ میزنیم ریجکت میکنه جواب منو نمیدی حساب نداریم دیگه روانم پریش میکنه روانی میکنه من خواب نمره میبینم شبا بیا بیرون در واکن صحبت کنم من با مگه میترسی حساب نداریم